وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، الله متعال را سپاسگزار هستم که برایم توفیق داد تا در دومین برنامه از برنامه راهنمود سنت به خدمت شما عزیزان و گرامیان باشم و امیدوار هستم که در هر گوشه از دنیا که قرار دارید به صحت و سلامت کامل ان شاء الله بوده باشید و در زیر سایه رحمت الله سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. بینندگان عزیز و گرامی، در برنامه گذشته پیرامون واجب بودن پیروی نمودن از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنان گوشه ای از فواید پیروی از دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم را به خدمت شما بیان کردیم. در این برنامه ان شاء الله با همدیگر آیاتی را تلاوت خواهیم کرد و آیاتی را گوش خواهیم کرد که در مورد فواید پیروی نمودن از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می باشد. بدون شک مهمترین چیز برای انسان مؤمن، برای یک مسلمان، رضایت پروردگار سبحانه و تعالی است و اولین فایده‌ای که پیروی نمودن از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای انسان دارد این است که الله متعال از او راضی می شود. الله از او انسان اعلان رضایت می کند، چرا که دستور الله را اجرا کرده. چنانچه ما در برنامه گذشته آیاتی را در این مورد تلاوت کردیم که الله دستور می دهد بر این که ما از پیامبرش اطاعت بکنیم. بناهن وقتی ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت کردیم و تمسک جستیم به آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادند و آنچه پیامبر علیه السلام فعل کردند، بدون شک الله از ما راضی خواهد شد، چون دستور الله را اجرا کردیم و در اجرای دستور الله رضایت الله را در پی دارد. الله از ما راضی می شود، الله از ما خوشنود می شود، الله سبحانه و تعالی ما را دوست خواهد گرفت، چنانچه آیات در این مورد هم وجود دارد. بناهن رضایت الله سبحانه و تعالی که بزرگترین خواسته هر انسان مؤمن هست، در پیروی نمودن و در تمسک جستن به گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و سلم به دست می آید. برای انسان مؤمن رضایت الله سبحانه و تعالی کیمیایی می شود. بله، رضایت الله سبحانه و تعالی در گرو پیروی نمودن از پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. و یکی دیگر این که وقت انسان از پیامبرش صلی الله علیه و سلم اطاعت بکند، از پیامبرش صلی الله علیه و سلم پیروی بکند، در روز قیامت و در بهشت هم نشین انسانهای نیک می شود
همنشین برگزیدگان درگاه الله سبحانه و تعالی می شود. همچنان که خدای متعال جل جلاله در آیات 69 و 70 سوره مبارکه نساء به این موضوع اشاره می کند. الله سبحانه و تعالی می فرماید و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیما. الله سبحانه و تعالی می فرماید و کسی که اطاعت می کند از الله و کسی که اطاعت می کند از پیامبرش صلی الله علیه و سلم، این انسان همراه چی کسانی است؟ فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، همراه انسان‌هایی است که الله به اونها نعمت داده. در بهشت هم نشین انسان‌هایی می شود که الله به اونها نعمت داده، همان نعمتی که ما در هر نماز، در هر رکعت نماز آن را از خداوند جل جلاله تقاضا می کنیم و در واقع بیان می کنیم که الله تو ما را به راه کسان هدایت بکن که به اونها نعمت ارزانی کردی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این کسانی که خداوند به آنها نعمت داده، در این آیه 69 سوره مبارکه نساء خداوند جل جلاله واضح کرده، آشکار کرده که انسانها چی کسانی هستند. این انسانی که مطیع و فرمان بردار خدا و پیامبرش هست و پیروی میکنه از الله، پیروی میکنه از پیامبرش صلی الله علیه و سلم، این انسان در بهشت هم نشین انسانهایی می شود که الله به اونها نعمت داده. این کسان کیها هستند؟ برادرم و خواهرم، مشتاقی که بشنوی؟ اگر مشتاقی متوجه باش که این کسان چی کسانی هستند که خداوند به اینها نعمت داده و توی مسلمان که میخوای پیروی بکنی، من مسلمان که میخواهم از خدا و پیامبر پیروی بکنم، در روز قیامت همراز این انسان ها قرار میگیرم. اینها چی کسانی هستند؟ همه ما مشتاقیم بشنویم. بله مشتاق هستیم. الله سبحانه و تعالی خودش معرفی میکند، میفرماید فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین. پیامبران الهی در درجه اول قرار دارند. پیامبران الهی در درجه اول قرار دارند که مورد نعمتهای پروردگار سبحانه و تعالی قرار میگیرند. الله سبحانه و تعالی با آنها الطاف فراوان میکند. نعمت خود را الله متعال جل جلاله با آنها وسعت داده. بعد الله سبحانه و تعالی بعد از این که نبیین را بیان میکند میفرماید و صدیقین، انسانهای راست کردار، انسانهای راستگو، هم در راه و روش خود راست هستند، پیروی میکنن از پیامبران الهی، پیروی میکنن از راه مستقیم، پیروی میکنن از صراط المستقیم، همان راه راست و راه بدون انحراف. بعد خداوند جل جلاله بیان میکند که این صدیقین در روز قیامت وقتی در بهشت هستند، انسانهای مطیع و فرمانبردار همراه همین صدیقین همراز هستند، هم نشین هستند. انسانهای راستگو و راست کردار، هم راست میگویند، دروغ نمیگویند، در ادعای ایمان خود دروغگو نیستند و در زبان خود دروغ نمیگویند، بلکه صادقند، بلکه راست هستند، چند رو نیستند، یک رو دارند. بعد انسانهای راست کردار هستند، در راه و روش خود راست هستند. در روز قیامت انسانهایی که مطیع و فرمانبردار خدا و پیامبر هستند هم نشین انسانها قرار میگیرند. و شهدا،
الله می‌فرماید انسان‌هایی که مطیع و فرمانبردار خدا و پیامبرش هستند در بهشت همراه شهدا همنشین هستند، کسانی که در راه خداوند جل جلاله جان خود را فدا می‌کنند، کسانی که از جان خود برای الله می‌گذرند، به خاطر اعلای کلمت الله شهید می‌شوند، برای اینکه دین الله سبحانه و تعالی در دنیا منتشر بشه، برای اینکه دفاع بکنن از دین خدا، برای اینکه دفاع بکنن از مال و وطن و ناموس خود شهید میشوند. به خاطر الله جهاد میکنند، نه به خاطر چیز دیگری. شهید میشوند. این انسانهای مطیع، انسانهایی که فرمانبردار خدا و پیامبرش هستند، در روز قیامت هم نشین این گروه میشوند. و در ادامه الله سبحانه و تعالی میفرماید و الصالحین، انسانهای نیکوکار، انسانهای خوب، انسانهایی که آنها شایسته هستند، شایستگی دارند، شایستگان درگاه الله هستند، برگزیدگان الله هستند. این انسانهای مطیع و فرمانبردار در روز قیامت و در بهشت در کنار این انسانها قرار دارند. انسانهایی که الله اونها را تعریف میکنه، الله اونها را توصیف میکنه، الله جل جلاله اونها را دوست میداره، الله سبحانه و تعالی از آنها تمجید کرده. و حسن اولئک رفیقا، این گروه نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین چی رفیقهای خوبی هستند، چی رفیقهای نیکی هستند، چی رفیقهای شایسته‌ای هستند، چی دوستان شایسته‌ای هستند. پس برادرم، خواهر مسلمانم، اگر میخواهی همراه این رفقای شایسته باشی، از الله اطاعت بکن، از پیامبرش صلی الله علیه و سلم اطاعت بکن. اگر میخواهی که در روز قیامت در کنار این انسانهایی که بهترین رفقا هستند قرار داشته باشی و هم نشین آنها باشی، پس در اینجا هم نشین کلام خداوند جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم باش. و در ادامه خداوند سبحانه و تعالی میفرماید ذالک الفضل من الله، این فضل است از جانب خدا، این فضل بزرگ الله سبحانه و تعالی است، این بخشش بزرگی است که الله سبحانه و تعالی برای انسانهای نصیب کرده که اینها مطیع و فرمانبردار خدا و پیامبرش صلی الله علیه و سلم هستند. این فضل و موهبت و بزرگی و هدیه‌ای که خداوند و تحفه‌ای که الله سبحانه و تعالی برای چی کسانی میدهد؟ برای انسانهایی که مطیع و فرمانبردار دستورات الله سبحانه و تعالی و پیامبرش صلی الله علیه و سلم باشند. در جای دیگر خداوند سبحانه و تعالی در آیت 52 سوره مبارکه نور الله می‌فرماید و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. قبل از اینکه آیه مبارکه را به خدمت عزیزان ترجمه بکنم و توضیح بدهم، سؤالی دارم از برادران و خواهرانم. برادران گرامی و خواهران گرامی و عزیز، چی کسی دوست دارد که فائز باشد، کامیاب باشد، هم در دنیا و هم در آخرت؟ فکر نمی کنم کدام یکی از بینندگان ما حالا بگوید که من دوست ندارم که فائز و کامیاب باشم. هر انسان صاحب عقلی دوست دارد و تلاش بر این می کند که کامیاب باشد. هیچ انسانی در این دنیا نیست که تلاش برای ناکامی خود بکند. هیچ انسان عاقلی راضی به این کار نیست، بلکه همه ما راضی هستیم به این که کامیاب باشیم، هم در دنیا و هم در آخرت.
اجازه دهید با هم دیگر وقفه ای از اتاق فرمان بگیریم و انشاءالله بعد از این وقفه این انسان‌های فائز و کامیاب را به خدمت عزیزان معرفی خواهیم کرد که چی کسانی هستند که ما هم تلاش بکنیم فائز و کامیاب باشیم. وصال حق گامی در راستای بیداری. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان گرامی و عزیز. بله، در ادامه بحث هستیم. در قبل از وقفه به خدمت شما عزیزان مطالب را بیان کردیم در مورد فوایدی که اطاعت خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای انسان در پی دارد، برای جامعه در پی دارد و برای فرد در پی دارد. به این نکته رسیده بودیم که همه ما دوست داریم که فائز باشیم، همه ما دوست داریم کامیاب باشیم. هیچ انسان عاقلی در دنیا نیست که ما از او سوال بکنیم که آیا میخوایی ناکام باشی بگه بله. امکان نداره. یک انسان هوشیار همیشه به دنبال این است که کامیاب باشه. حالا میخواییم که انسانهای کامیاب را بشناسیم، انسانهای فائز را بشناسیم. اینها چی کسانی هستند که کامیاب هستند هم در دنیا و هم در آخرت؟ بیاییم با هم دیگر سیری بکنیم در آیات قرآن عظیم الشان. مستقیما میرویم سر سوره مبارکه نور، آیت 52. اگر قرآن کریم داریم باز کنیم. الله سبحانه و تعالی در این آیت 52 سوره مبارکه نور انسانها را معرفی میکند. میفرماید و من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت میکند از الله و پیامبرش، و یخشی الله، و از الله سبحانه و تعالی میترسد، یعنی از مخالفت کردن دستور الله سبحانه و تعالی هراس دارد، مخالفت نمی کند دستور پروردگارش را، و این انسان پرهیز می کند از مخالفت دستور خداوند، از عذاب الله می ترسد و تقوا پیشه می کند، مخالفت دستور الله سبحانه و تعالی و پیامبرش صلی الله علیه و سلم را نمی کند. الله در ادامه می فرماید فاولئک هم الفائزون، این گروه، این دسته از مردم، این انسانهایی که با چنین صفتی هستند، یعنی صفت اطاعت از خدا، صفت اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و سلم و صفت ترس از عذاب الله سبحانه و تعالی و صفت تقوا و پرهیزگاری که مخالفت دستور الله را نمی کند، این انسان با این صفات و این انسانها با این صفات خود، فاولئک هم الفائزون، آنها فائزند، آنها کامیابند، اینها کسانند که به مقصود اصلی رسیدند. ما همه تلاش بر این میکنیم که به مقصود خود برسیم، همه تلاش بر این میکنیم که نیک کردار باشیم، همه ما تلاش بر این میکنیم که در این دنیا وقتی آمدیم کامیاب باشیم. همه ما دوست داریم که به مقصد اصلی خود که رضایت الله هست، مقصد اصلی خود که خداوند سبحانه و تعالی ما را دوست بداره می باشیم. بنابراین این انسان هایی که دارای این 4 صفت هستند که در مرحله اول و صفات اولی آنها اطاعت خدا و پیامبرش صلی الله علیه و سلم ذکر شده می باشد. پس بنابراین بیایم اگر می خواهیم فائز باشیم، اگر می خواهیم کامیاب باشیم، از الله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنیم، دنبال روی گفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم، دنبال روی کردار پیامبر صلی الله علیه و سلم باشیم. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم آنچه را انجام دادند از جانب الله سبحانه و تعالی بوده، آنچه را گفتند از جانب الله سبحانه و تعالی بوده. بنابراین کامیابی امت اسلام، فوز و فلاح و رستگاری امت اسلام در گرو پیروی کردن از خدا و پیامبرش صلی الله علیه و سلم می باشد. پیامبر علیه السلام در حدیث می فرمایند اگر شما به 2 چیز
که من آن را در میان شما ترک کردم، کتاب خدا و سنت خود را، چنگ بزنید لن تضلوا ابدا، هرگز شما گمراه نمیشوید، هرگز گمراه نمیشوید. امکان نداره انسانی چنگ بزنه بر ریسمان خداوند، چنگ بزنه به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و بعد گمراه بشه. این غیر ممکن است. از جمله چیزهایی است که محال است که انسان به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم چنگ بزنه، اطاعت الله را بکنه، اطاعت پیامبرش را بکنه و بعد انسان ناکام بشه یا این انسان گمراه بشه. امکان نداره. آنگونه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما توصیف میکنند، آنگونه‌ای که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به ما توصیف میکنه، این دو برای ما میرسانه که ما به عنوان یک انسانی که دنبال حقیقت هستیم و دنبال رسیدن به مقصد هستیم، دنبال کامیابی هستیم، دنبال فلاح و رستگاری هستیم، برای ما امکان نداره جز این که به قرآن کریم و به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بچسبیم و اطاعت الله و پیامبرش را بکنیم. بله، ما در جامعه خود انسانهای فراوانی را میبینیم که ادعا بر این میکنند که ما الله را دوست میداریم، الله را دوست داریم، محبت به الله میورزیم، ما دوستان خدا هستیم. ادعا میکنند، ادعای عجیب و غریب که ما دوستان خدا هستیم. آیا دوست خدا شدن همین جوری به زبان می شود؟ همین که ما با زبان خود گفتیم ما دوست خدا هستیم، همین که ما با زبان خود یک چیزی گفتیم، آیا چون این چیزی امکان داره اتفاق میفته؟ نه خیر. زمانی این ادعای ما به حقیقت میپیونده که چیکار بکنیم؟ ای کسی که ادعا میکنی که دوست الله هستی، الله را دوست میداری، اولیای خدا هستی، گوش کن. ای مسلمان، ادعا میکنی که من الله را دوست دارم، گوش کن. آیا این صفت در وجود تو هست یا نیست؟ اگر هست شادمان باش، الله اکبر، شادمان باش، خوشحال باش به این نعمت بزرگ الله. و اگر این که این صفت در وجود تو نیست، آمادگیش را بگیر. این صفت چی هست؟ الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه آل عمران آیت 31 میفرماید: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیامبرم، برای این مردم، برای مدعیان محبت من، برای مدعیان دوستی من بگو: ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر شما واقعا میگویید که خدا را دوست دارید و دوستدار الله هستید و به الله محبت میورزید و الله شما را دوست می‌دارد، فاتبعونی، از من پیامبر اطاعت کنید، از من پیامبر که سفیر الله هستم اطاعت کنید، از من پیامبر که رسول الله هستم اطاعت کنید. فاتبعونی، از من اطاعت کنید. اگر شما از من اطاعت کردید، یحببکم الله، الله شما را دوست خواهد داشت. الله شما را، اگر شما از من اطاعت بکنید و پیروی بکنید، که تا خداوند شما را دوست بدارد، خداوند جل جلاله به شما محبت بورزد، شما شوید اولیای خدا، اولیاء الله. آیا می شود با این که ما بگوییم ما دوست خدا هستیم، اولیای خدا هستیم، یا در مورد کسی ما بیاییم قضاوت بکنیم که این دوست خداست، دیوار را سوار می شود؟ زیاد شنیدیم و زیاد می شنویم، دیوار را سوار می شود، فلان کار را می کند، فلان کار را می کند، کارهای خارق العاده انجام می دهد. اینها کرامات است.
آنها میگویند اینها کرامات است. و بعد وقتی که همه اینها را ما دیدیم، بدون این که این انسان اطاعت خدا و پیامبرش را بکنه، اصلا به سنت پایبندی نداره، به سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم پایبندی نداره، آیا ما قضاوت بکنیم که این انسان دوست خداست؟ نه خیر، دروغ میگوید انسان مدعی هست. این انسان فقط در زبان میگوید من دوست خدا هستم. این کارهایش کرامت نیست. این کارهایش که خارق العاده هست، اینها کرامت نیست. اینها استدراجات شیطانی است. امکان نداره انسان مؤمنی که دوست خدا باشه و از پیامبرش صلی الله علیه و سلم اطاعت نکنه، پیروی نکنه. بنان الله سبحانه و تعالی در این آیت 31 سوره مبارکه آل عمران میگوید: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اگر شما میخواهیم که خدا گناهان شما را بیامرزد، از پیامبر اطاعت کنید. خداوند گناهان شما را میامرزد، شما را عفو میکند. والله غفور الرحیم. الله سبحانه و تعالی آمرزنده و مهربان است. الله سبحانه و تعالی آمرزنده و مهربان است. چقدر آیات قرآن عظیم الشان برای ما موضوعات نجات ما را بیان می کند. پس برادرم و خواهرم، باز هم با تأکید می گویم، اگر می خواهی کامیاب باشی، اگر می خواهی الله تو را دوست داشته باشد، اگر می خواهی الله گناهانت را بیامرزد، اگر می خواهی الله تو را وارد بهشتش کند، اگر می خواهی که الله سبحانه و تعالی گناهان تو را بیامرزد و کامیاب دنیا و آخرت باشی، پس بیا از پیامبرش اطاعت بکن. پیامبرش را برای خودت الگو قرار بدی و از الگو قرار دادن انسانهای کافر و انسانهای بیدین بپرهیز. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق عنایت بکند که از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت و پیروی بکنیم. در این برنامه در اینجا بحث خود را خاتمه می دهیم، ولی در برنامه آینده ان شاء الله اگر پروردگار به ما توفیق داد و در خدمت شما عزیزان بودیم و زندگی ما را یاری کرد، ان شاء الله پیرامون موضوع انسانهایی که آنها اطاعت خدا و پیامبرش را نمی کنند صحبت خواهیم کرد که سزای آنها چی هست و در مورد ضررهای که در پیکر انسان وارد می شود اگر این که انسان از خدا و پیامبرش پیروی نکند، به اساس قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم این موضوع را هم به خدمت عزیزان در برنامه آینده ارائه خواهیم کرد. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.